شروع میکنم به فیلم گرفتن در ادامه اون فیلم و ببینید این لیوان خالیه. الان میخوام شروع کنم به ریختن این آب میوه تکدانه که این آشغال سیاه رو توش پیدا کردم، براتون تو ویدیوی قبلی توضیح دادم. ببینید این چیه، چجوری سیاه میکنه دستمالو. خواهش میکنم نگاه کنید. ببینید حالا باز من از این آب میوه بریزم توی لیوان ببینم چجوریه. این اولین لیوان آب میوهشه. اینو میخوام بریزم توی دستشویی بره. البته همینم یکی دو تا دونه سیاه توش هست. بذارید من اینو بریزم، باز مابقی این آب میوه رو خالی کنم. ببینیم از ته این آب میوه بالاخره چی در میاد. خدا بهمون رحم کنه با این آب میوه هایی که میدیم به بچه هامون میخورن. خدا وکیلی اصلا این آب میوه ها رو نخرید، اصلا نخرید. به درد توی دستشویی ریختن هم نمیخورن اینا. بذارید تا آخرش رو خالی کنم ببینم چیه توش. ببینید چی در اومد از توی آب میوه. خواهش میکنم ببینید این کف این توی کف آب میوه بوده. ببینید جلوی خودتونم اینو خالی کردم. ببینید این توی آب میوه بوده. فکر کنید چی به بچه هامون میدن میخوریم. ببینید این دونای سیاه رو میبینید توی آب میوه، تو رو خدا ببینید. حالا اینم خالی میکنیم ببینیم باز تهش چی هستش. این دونای سیاه رو ببینید. آب میوه‌ای که توی برج 6 درست شده. ببینید باز چی در اومد از تهش. خواهش میکنم ببینید یه دونه سیاه دیگه، باز یه دونه کاغذ سیاه. نمیدونم میوه از چیه، اصلا آشغال از این آب میوه میزنه بیرون. ببینید دونه های سیاه رو میبینید توی آب میوه. اصلا آشغال خالیه. این آشغال خالیه. تاریخش هم ببینید که یه وقت نگید قدیمیه. خواهش میکنم تاریخش هم ببینید، یا اینکه بگن تاریخ گذشته است. ببینید آب میوه تک دانه چند میوه. من این فیلم رو باید بفرستم برای شرکتش و برای مردم که حتما ببینن.